یک سال است که دروازه‌های مکاتب برای دختران باز نشد. شعار برای باز شدن مکتب‌ها و نگرانی از حضور تروریست‌ها. زنان معترض میگویند که طالبان افغانستان را بلانه امن هراس افغانان مبدل کردند. حمله در کابل، نگرانی از انتقام در آمریکا. ایالات متحده از احتمال حمله‌های انتقام جویانه القاعده هشدار داد. اعلامیه جبهه ضد طالبان در مورد گروه‌های افراطی در افغانستان. جبهه مقاومت میگوید که الظواهری کشته شد، اما گروه‌های افراطی تری در حمایت از طالبان احیا شدند. فشار اقتصادی بر تایوان در میان سیاست قدرت‌های جهان. چین پس از سفر رئیس مجلس آمریکا برخی معاملات تجاری با تایوان را به حالت تعلیق درآورد و حکومت پاکستان عمران خان را ممنوع الخروج کرد. با درود و وقتتان بخیر. به سرویس خبری ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. شماری از زنان با راه اندازی گردهمایی اعتراضی در کابل از جامعه جهانی خواستند تا به حقوق زنانی افغانستان رسیدگی شود. آنان سکوت جهان در مقابل نقض حقوق زنان در افغانستان را شرم‌آور دانستند. معترضان زن همچنین میگویند که نباید اجازه داد افغانستان بلانه امنی تروریستان تبدیل شود. روی همبستگی زنان افغانستان با فرستادن ویدیویی با آماج میگویند مدت 1 سال است که دروازه‌های مکاتب برای دختران باز نشده است. ما خوان حق و حقوق خویش هستیم. آنان میگویند که با بسته شدن مکاتب دخترانه امید و آرزوهای زنانی افغانستان با خاک یکسان شده است. زنان معترض خواهان بازگشایی مکاتب دخترانند. این زنان معترض از طالبان میخواهند تا آموزش و پرورش را سیاسی نسازند و بین مرد و زن تبعیض قائل نشوند. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا درباره سرنوشت زنان اقدام کند و سکوت جهان در مقابل وضعیت زنانی افغانستان را شرم‌آور میدانند. گروه همبستگی زنانی افغانستان از تمام فعالان حقوق بشر میخواهند تا در کنار هم ایستاده و در مقابل سیاست‌های سختگیرانه طالبان اعتراض کنند. این زنان در بخش دیگری از اعتراضشان میگویند که کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه تروریستی القاعده در کابل نشان میدهد که طالبان افغانستان را بلانه امن تروریستان مبدل کردند. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا اجازه ندهد افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریستان مبدل شود. آموزش لطفاً مکاتب را سیاسی نسازید. وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه گفت که احتمال دارد القاعده پس از کشته شدن رهبرش دست به حملات انتقامجویانه علیه شهروندان امریکایی بزند. این وزارت از امریکایی ها خواست هنگام سفر به خارج محتاط باشند و افزود که سازمان های تروریستی در حال برنامه‌ریزی حملات علیه منافع امریکا اند. وزارت خارجه امریکا معتقد است که با توجه به مرگ ایمن الظواهری پتانسیل بیشتری برای خشونت ضد امریکایی وجود دارد. این وزارت می‌افزاید اطلاعات کنونی حاکی از آن است که سازمان‌های تروریستی به برنامه‌ریزی حملات علیه منافع ایالات متحده در چندین منطقه در سراسر جهان ادامه می‌دهند. ایمن الظواهری رهبر القاعده روز یکشنبه در حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا در محله شیرپور شهر کابل کشته شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید که عملیات کشتن ظواهری چندین ماه کار اطلاعاتی را در بر گرفت. کربی روز سه‌شنبه به CNN گفت ما نشانه‌هایی دریافت کردیم که آقای ظواهری به افغانستان نقل مکان کرده است. ظواهری 71 ساله مصری پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 در پاکستان رهبری القاعده را به دست گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنانی گفت که ظواهری نقش اساسی در برنامه‌ریزی حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده داشت. بایدن گفت این حمله نشان داد که ایالات متحده متعهد است تا 1 سال پس از خروج از افغانستان از تبدیل شدن دوباره این کشور به پناهگاه گروه‌های تروریستی جلوگیری کند. جبهه مقاومت ملی میگوید با آنکه رهبر شبکه القاعده کشته شده، اما گروه‌های افراطی تری در حمایت از طالبان در افغانستان خود را احیا کردند. جبهه مقاومت ملی روز چهارشنبه 12 اسد در اعلامیه در واکنش به کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده گفته است که حضور الظواهری در امن‌ترین نقطه کابل نشان دهنده این است که افغانستان
بار دیگر به مرکز تجمع گروه‌های افراطی و لانه امنی تروریستان مبدل شده است. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی آمده است که تعاملات نامناسب با گروه طالبان و نادیده گرفتن عمق تهدید تروریسم امنیت کشورهای منطقه و جهان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. اعلامیه خواستار همکاری کشورها با جبهه مقاومت ملی برای مبارزه با تروریسم جهانی و حامیان داخلی آن شده است. پس از پایان سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان، چین در تلافی این دیدار برخی از معاملات تجارتی خود را با تایوان به حالت تعلیق درآورده است. CNN روز چهارشنبه 3 اگست گزارش داده است که این معاملات تجاری شامل واردات برخی از میوه‌جات و ماهی از تایوان به چین و صادرات شن و ماسه طبیعی از چین به تایوان است. دفتر امور تایوان در دولت چین اعلام کرده است که واردات گریپ فروت، لیمو مالته و همچنان دم ماهی راهرای سفید سرد شده و ماهی خالی منجمد شده را از تایوان متوقف می کند. چین بزرگترین شرکت تجارتی جزیره دموکراتیک تایوان است. این در حالی است که سفر رئیس مجلس آمریکا به تایوان با مخالفت‌های چین روبرو شده بود و این کشور هشدار داده بود که در صورت انجام این سفر اقداماتی خواهد کرد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داد که حکومت شهباز شریف تصمیم گرفته که صدر اعظم سابق و برخی مقامات ارشد حزب تحریک انصاف را در لیست افراد ممنوع الخروج قرار دهد. این حزب از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان متهم است که از افراد و شرکت‌های مقیم خارج کمک مالی غیر مجاز دریافت کرده. این اقدام می‌تواند فعالیت حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان را در پاکستان ممنوع کند. کمیسیون انتخابات پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که حزب تحریک انصاف کمک مالی غیر مجاز از 34 شهروند خارجی و 351 شرکت بیرون از پاکستان دریافت کرده است. گفته می شود در این فهرست علاوه بر عمران خان، نام والیان پیشین ایالت‌های خیبر پختونخوا و سند و یک رئیس سابق شرکت مغازه‌های زنجیره‌ای دولتی قرار دارد. همچنان کمیسیون انتخابات حزب تحریک انصاف را متهم کرده است که در قرارنامه‌اش 13 حساب بانکی خود را اعلام نکرده و درباره آن دروغ گفته است. فواد چودری سخنگوی این حزب به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که آنها این حکم را به چالش خواهند کشید، زیرا پول‌های کمک شده به گفته او از پاکستانی‌های مقیم خارج دریافت شده است.